عرض ادب و احترام. تعمیرات لوازم خانگی فروزان. این موتور بوش مال دستگاه غذاساز بود که زمانی که باز کردیم و مونتاژش میکردیم خدمت شما نشون دادم. الان همونجور که میبینید موتور کاملا بسته شده، مونتاژ شده، هم آرمیچر هم بالشتک قشنگ سرویس شد و تمام اون جرم و اون مواد زاهدی هم که روش بود پاک شده، زغالا. از همه مهمتر این بوش سرش که اصلا گیر نمیمد، بوش کاملا سرویس کردیم و آماده برای تحویل. یک موتور بوش 3 میلیون تومانی رو تعمیر کاملش کردیم بدون خرید هیچ گونه قطعه اضافه. سالم و تندرست باشید. فروزان هستم، تعمیرات لوازم خانگی فروزان. خدا نگهدار.